الله متعال که در شکم مادر توسط خون مادر تو رو تغذیه میکنه، در شکم دنیا در بین مشکلات و در شکم مشکلات تو رو نگهداری کردن نمیتونه. موسی علیه السلام در شکم خانه فرعون دشمنش هست، الله متعال رو نگهداری میکنه، تو رو در شکم مشکلات نگهداری نمیکنه. الله متعال یونس علیه السلام در شکم ماهی نگهداری میکنه، تو رو در شکم دردها نگهداری نخواد کرد. تو یک زمانی نبودی الله تو رو خلق کرد. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یک زمان طویل سر انسان گذشته که اصلا قابل ملاحظه نبود، اما امروز تو الله خلق کرده. میگم الله من رها کرده باشه، الله رها نمیکنه. والله قسم اگر رها بکنه باز از او انسان کرده ذلیل ترین و پسترین دیگه در دنیا پیدا نمیشه. و من یهن الله فما له من مکرم. کسی که الله ذلیل بسازه باز کسی پیدا نمیشه که او مکرم بسازه و با عزت بسازه. ما از چشم یک رفیق خود اگر گفتم مگر رفیق من مرا تحویل نگرفت، پدر من مرا تحویل نگرفت، مادر من مرا تحویل نگرفت، از این ترس داشته باشیم که از چشم بلا کیف الله نیفتیم. از او اگر افتادیم باز از چشم تمامی مردم میفتیم. اگر یعنی الله موتور دوست داشت، مردم موتور دوست داره. اگر الله موتور دشمن خود انتخاب کرد باز هر چی کوشش کنیم دوستی مردم به بار نمیه، مردم ازت متنفر میشه، چهرهت برای مردم نزد مردم ناخوشایند می باشه. رسول ما صلی الله علیه و سلم در مشکلات که گیری میه الله متعال برش چی میگه؟ واصبر فانک باعیننا. صبر کو، تو زیر دید چشم ما قرار داری. واصبر علی ما یقولون. صبر کو به اون چیزهایی که مردم پشتت میگه. تو اگر در مردم کار نداشته باشی، کسایی که دعوتگر هستند در مسیر دعوت نباشه، هیچ کس کارت نداره، هیچ کس چیزت نمیگه، خیلی محبوب است نزد مردم. اگر یک روز مردم به سوی خدا دعوت کردی باز ماشاءالله لقبایت خیلی زیاد میشه، خیلی لقبایت زیاد میشه. ضرور نیست که من لقبها رو بگویم دیگه، اصلا کسی نمیفهمه که چی وظیفه داره، باز لقبش یاد داره که باید کدام لقب به این بودم. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم پیش از دعوت محمد امین هست، بعد از دعوت ساحر کذاب. پیش از دعوت امین، امانتکار، صادق. بعد از دعوت که دعوت را آغاز کرد که این کار مزخرف است، این بدعت هست، این شرک است، این تجاوز هست، این ظلم هست، گفته این ساحر کذاب و مجنون و دیوانه نعوذ بالله پیدا شده.